آقای دکتر سید عباس عراقچی هندک وارد هتل محل مذاکرات شدن و همراه هیئت مذاکره کننده. قرار هست طبق اعلام قبلی فردا 10 صبح در مسقط مذاکرات دور جدید ایران و آمریکا به منجیگری عمانی ها به صورت غیر مستقیم برگزار بشه. با ما همراه باشید از مسقط و آخرین خبرهای این مذاکرات به صورت اختصاصی.